سلام. امروز میخوام با شما راجع به کتابی صحبت بکنم که خیلی شنیده بودم که این رو خلاصش رو لطفاً بگو. خیلی سالم هستش که این کتاب انتشار پیدا کرده و تو حوزه موفقیت و توسعه فردی هم کتاب پیشتازی است. ولی من خودم خیلی دو به شک بودم که این کتاب زردی هست، نیست. یه خورده وسواس من باعث میشد که شک بکنم که این کتاب رو بخوام خلاصش بکنم براتون، با اینکه خیلی سال پیش من این کتاب خونده بودم یا نه. حالا بریم سراغ کتاب اثر مرکب از آقای دارن هاردی. کل کتاب در رابطه با چیه؟ در رابطه با اینه که تأثیر افکار و تصمیمات ما و یک سری از کارهای ما باعث میشه که ما یه پیشرفت خیلی شگرفی داشته باشیم. ایشون خودشون میان توی مقدمه کتابشون میگن که اون مسابقه خرگوش و لاک پشته یادت هست؟ من اون لاک پشتم. به من